بینندگان عزیز، ما حالا در گذرگاه مرزی فاتح آباد در شمال تاجیکستان قرار داریم که اینجا دهها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و حتی روسیه با نیت برگشت به ازبکستان جمع آمدند. آنها خبری گشادن مرزهای ازبکستان را از تلویزیون و رادیو شنیدند و صبح بر وقت روز 1 اکتبر به اینجا آمدند، ولی سرحدبانان تاجیک به آنها گفتند که اجازه ورود و عبور را حالا ندارند و نمیتوانند به ساکنان اجازه دهند که از مرز گذرند. گلرخسار شریپова همراه دو کودکش روز 11 مارس به تاجیکستان برای دیدار خویش و تباران آمده بودند و اینک 7 ماه است که بیشتر وقتشان را در داخل نقلیات شخصی با رقم‌های ازبکی در انتظار گذشتن از مرز سپری میکنند. آنها میگویند 15 سال باز در ازبکستان زندگی میکنند و اجازتنامه باغچه، مکتب و دیگر حجت‌های تصدیق کننده را برای بازگشت دارند. اونجا رفته تست برای کرونا ویروس میسپریم. ماسکا і одежда داریم در کار باشد، спирт هم داریم، خاتیمان همش داریم تیار نمیمونن. از سهر باز همیشه از ساعت 7. نظیر ما آرزویی و نیست که شهروندی روسیه را دارد. همراه دو فرزندش ماه مارس با نقلیات شخصی به دیدار والدین آمده و به قول خودش درمانده است. او با سبب داشتن بیماری نمیتواند با ریس‌های چارتری به وطنش برگردد و برای با راه زمینی رفتن توسط ازبکستان و قزاقستان حجت‌های ضروری را درست کرده است. ما هم خیلی خرسند شدیم که همین راه ازبکستان کشوده شده. ما از شهر کلوب خسته همیشه سرگردانه خرسند آمدیم. اینجا آمدیم یک مشکلی شد که شهروندای ازبکستان بود است برای در آمدن، نه شهروندای دیگر خارجه و روسیه. ولی در بین خواهشمندان گذشتن به ازبکستان بودند نفرهایی که برعکس در انتظار آمدن خویش و پیوندانشان هستند. اویله من از 8 مارس یعنی عید روز مادران به خانه مادرشان رفتن. از 15 مارس که سرحدها محکم شد، ما از همون روز باز انتظار میکنیم. قبلا مقامات ازبکستان گفته بودند که از 1 اکتبر امسال مرزهای کشور را پرره باز کرده حرکت ماشین و قطار و هواپیماها را برقرار میکنند. در این باره روز 17 سپتامبر قرار ویژه کمیسیون جمهوری مبارزه با کرونا ویروس در ازبکستان صادر شده بود. شرط اساسی گشاده شدن مرزها و ورود خارجی‌ها به ازبکستان این است که معیارهای بخطری بهداشتی رعایت شوند. از این پیشتر هم چنین قرارها به تصویب رسیده بودند ولی با سبب‌های گوناگون عملی نگردیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.